از دل من رفته ای بیرون به خدا، تو را نمی پرستم. قلب مرا نموده ای خون به خدا، تو را نمی پرستم. از دل من رفته ای بیرون به خدا، تو را نمی پرستم. امشب چی زیبا شده ای، مالک دلها شده ای، دلم شکستی. امشب چی زیبا شده ای، مالک دلها شده ای، دلم شکستی. قهر تو جنگ تو را، هلو و نیرنگ تو را، این دلک تنگ تو را کسی نداره. هر تو جنگ تو را، هلو و نیرنگ تو را، این دلک تنگ تو را کسی نداره. از دل من رفته ای بیرون به خدا، تو نمی پرستم. راستی مادر کجیر به من گفته که لگ اگه به من مرغ یا تخمرغ پیدا کردی به من خبر بده. خب من اشته خبر دارم، برم شماره رو بستون بیترتر اگر ترمه به. سلام علیکم مادر کجیر، اشتنیم خیریت جانجور تیار هستیم. مادر کجیر من گیله کن به چی همسایه شما. انا من گفتم که شما روز با من گفتین گیله اگه تخمرغ و مرغ خونگی پیدا کردی انا به ما بیارک. من گفتم خاله همین شماره خول بدیم به خاطر که گفتیم شما گفتین که تخم مرغ و مرغ خونگی بستون اگه بیارک شما. من گفتم برو ما به دیا میرم شمال شما رو زنگ بزنم. خاله مادر کجی، مادر نولولا، مادر نولولا چه نوشته مادر نولولا کاری چیه؟ بله چی کار میکنی؟ چی کردی؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ برو بکن در سر مردم استادشون نشو. چی میمه خدا مادر مردم گپ میزنه. تو مادر مردمی؟ نه. خب مادر مردمی مر نمیشناسی؟ میشناسم. خب میشناسی چرا پشت سر میبیمی مثل کسی مل بزنی؟ نه تو اینجا چی کار میکنی؟ چی کار کنم؟ مادر نولولا مادر کجی؟ من اینجا گاه استاد میشم. برار جو برو اینجا نست که این خاله گپ بزنه خود من این طرف استاد میشم. پستاشی ندیدی من؟ نه. مادر نولولا با مادر نورالله چی کردی؟ تو خدا بچه تو رو مگزن نزنم اینجا که هر جا بری دکترها نفهمه که کجا تو عیبی شده. من اینجا گاه استاد میشم. خیلی بیعقلی بودی. بله سلام خاله اشتنیم خوبین خیریته؟ شکر اشتنی گل نگجو خوبی خاله زنده باشین. سلام خاله گله کن مولد پیرمه میشناسم بگو چی؟ ما گفتم خاله چیه گل نگجو بگو سکنی خاله جان ما گفتم که همین شماره خور بدیم خاطری که شما گفتیم من مرغ خونگی بست و تخمرغ خونگی. انا گفتم که چشه من شماره داشته باشم واسه دیگه گاهی من بابایلی دارم من پیار شماره مرمی چه کار خاله خب تخمرغ بگیر تو آمد مرغ خونگی یا تخمرغ بیار در خونه دیگه. نه خب مرغ من شماره خو اگه بودم پیار نورالله من میکشه. پیار نورالله من میکشه خاله اگه شماره خو کس بده. برو همون تخمرغ بگیر تو آمد بیارک دیگه شماره می چه کار درس رو بیا درس بده دیگه. خب خیلی خاله
کجیر بیا یک دقیقه. کار داری؟ بگون جوان سرمه گیلک هم سویر بفهمونه. چرا چه کار شده؟ بیامده بدم سر شما با مادر تو میگه که شماره تلفن خوب بده که به شما من چون مرغ و توک مرغی نبیارم. با کاکب زدن خوب فهم تو چی میگی؟ راست میگم به خدا ویدم امور. تو یعنی گیلک بیا مادر سرا ما با مادر ما گفت شماره خوب بده؟ بابا خدا بیامدم سر شما گفته که شماره خوب بدن که به شما من چون توک مرغ میخرم مرغ میارم. امی گیلک دیونه ما. بابا نمی بیامده دم سر شما. کی بود؟ همین نیم ساعت پیش. چری به دهانی نداری که 33 دندونی میده میشو؟ من چی کردشتم بچه همسایه بوده. بد کرد گیلک. اگه من دل بند از ایرانانی نرفتم ننداختم من پدر ندارم. ویدم بیامد بدم سر شما میکلمت کاری کرد. تو صبر کو من الان برم در سر از اینا خودی از اینا بیا گیلک دیونه. بله بیا. چیه؟ من چیه بیا به تو میگم. بیا کن بازار. بیا غیر کشمر بخریدی من بخریدی بشی سر بشی. بفرمایید. میگم تو به درس را ما چی مثلی؟ از چی مستم؟ از چی مثلی؟ بیا مدی به درس را ما برای مادر میگی شماره بدی. آها او مسئله. مادر تو یاد نمیدونم من تا کوچه بدید اما کمیل مرغ بخرم و تخم مرغ خونگی. انا مادر تو گفتن که گیل اگه با من مرغ تخم مرغ خون کنی انا مرغایی که تخم مرغ میکنه مرغایی که جنگ میکنن با ما بخر تخم مرغ خونگی هم بخر که ما یخچال مخیلیه. ما بیامدم تو خاله جان همین شماره خود بده منه که نه بابا شما زنگ بزنم. گیلا استادی خدا شماره مادر من پیان من نداره تو اشته مدی برای مادر میگی شماره خود بدی. چه کار میشه؟ کی با تو گفته بود بیا یا؟ بگو با تو بگو. بودن تو بگو با تو بگو. بگو کی گفته بود؟ با تو نه کی بگو کی بیا مده درس ما چه بیا میدی؟ بگو. با خدا یاد دیده که نه ایده که تا بکنی تا چشماتو دیونه رو در نکن. تو سر تو به شماره چی با میشه؟ خوبه. مادر ما به خدا شماره و پیان من نداره. بد کردم به خدا بد کردم. بد کردی؟ ها. بد کردی؟ ها. خدا پیشکش که دیگه نمیه نست رو ما تا زنده ای دیگه نهید خد. خدا یاد دیگه بیا. بفهمیدی؟ تو دیگه شرم و حیا پیده نداری. خوبه. درد نکن. ده تا وسکی بزید درد نکن. خیال منم تا جیز میکنه شونامه زنگه که تو با گرشه این 100% می شامدک گفته شامدک اینجا خودم جنجال کرد تو صاحب کتور گیر کنم و خدا اگه بری پیش میه شامده اما گذار طول بزنم که خودتو بگی آفرین کی میگفته؟ مادر میره میگه به کوچه غیر از این شامده که کی بود؟ حالا به چیز آمدودم درد نکن işte محکم مشتایو بگم همینجا استاشو متوازن ساعت رو میگیرد چری؟ چرا برفتی؟ کار کردم مرگا چرا برفتی؟ چرا برفتی به کجیر گفتی که گیلک بیامده درس را شما مادرتون گرفته؟ من نگفتم کی گفته؟ پیار ما گفته؟ من نگفتم کی گفتم چه خبرم؟ میتونی گیشتون میتونی میکنم میتونم دیوار دیگه اینجا نفهمی بفهمیدی؟ به چه خبرم کی گفته؟ برا دیگه تو نمینم قیافه تو بخرید اینجا گفت تو بیا تاشونامه سه کشته سرخ شده
من چه کنم؟ من نگفتم. نگفتی؟ یار من گفتم کی میدم این کوچه؟ من چه خبرم؟ چی خبر؟ برو کدر تا کوچه نمیدم. من گفتم. اگه حتما گفتم. مدام رولا نیا بابا مدام رولا نیا با کجا مدام تو؟ من پخته با کجا؟ من پخته رفتم سلام سلام بگو بله تو بی سلام نبودی؟ چرا بابا که گیلا کنه در سلام آمده بیده که شما با مدام گفته شماره خور بده با مادر گفت شماری خوب بده ها شما چرا گپان بزنه بابا شما قیق نکشین کی گفته با شما همین شما بچه ما نوردین خب همین گپ زده خب بابا این مادر گیلک میشه باز گیلک شماری مادر اون واسه چیکار من چی خبر دارم؟ اشتی چی تو شرم و حیایی نداره تو به جمع مادر خجالت نمیکشه چیکاره چگاره؟ بابا همین تیر میشد و همین شما من رو تاکوچه بدی بجست تاکو کنی یاد دقیقه بیا مادم به من گفتن همین گیلک بیا مادم به در سره شما به دم همین یکی که در سره شون دیگه میگفته آیفون آره کده همون شماره خوب بدیم مدر نیرولا که اگه تخمر بغنو خیلی چه با من به شما بیارم همتکه بابا ای به من نگو گفتم همین دنیا ورم بابا به سر مشکل شد دیونه شدن جندای آرم بابا به سر نریخ همین گفتم او برم دست بیاره که او رمون وسط او تکه کن بابا از اینی دیگاه بخیستم برفتم هم درس نگیرم همین دیگه نکردم سرام نکردم همین زنی بوک زدم همون زن به سر کلی عدی زدم این کلی او را میتونم دیوار بابا زدم خطه زدم گفتم با خدا یاد گفته که اگه یک سال تو به درس را بگیر و تکه تکه بکن تو شرم های رفتم نداری تو خجالت نمیکشی مدر به مثل مدر تونه تو میای به درس را بگی شما نبری من چون مدر تو گفتم من تخمرقای به من تخمر و خونگی دیدی بیا گفتم لکه که تو ساده بیا اقلا بگیره همه هر وقت تخمر داشتی بیا مدر را میخنده که پولا تو ساده خدا میده برو برای کاخ بکن که باید بیاری نیمه گفتم این برو خاطر شماره نسته من میرم درس رو گیلک میرم من خودی از این گپ میزنم من بیام من بیام که تلق بزنم میگو سایکو بله بابا من ساعت چی میتونم سر کلی از اینکه بزن خود من برسم به حسابی خوب من که بزن که کلی دیگه دیگه با خوب فقط دیگه میتونه اشتباه نکنه خط با سر از ایشه از این دیونه اوکی لاف کنم اوکی ایلا اوکی بشی تو شرم عیان نداری خجالت نمیکشی چرا در سراغ مدر نیرولا رفته بودی گفته بودی شماره خوب بده ممه ها اما نیرولا با تک کوچه جلوی من گرفت که گیلک میام در سراغ با مادرم گفته شماره خور بده که میشد تو مرغ تو بیارم مرغ بیارم تو نمیشرمی من سکم برو من برفتم من یک روز به تک کوچه من یک روز میرفتم بخو او یک روز جلوی من بگرفتم گفتن کی جلوی تو گیری من یالا در حد مردمه من خودت تو گپ میزنم من گپ میزنم میگه نمیکنه من گوش کی خبر نداره که تو اینجا گپ میزنی او کار خواهی میکنه من یک روز به تک کوچه میرفتم او یک روز جلوی من بگرفتن مدر نیرولو گفتن که گیلک انا گفتن که تو مرغ میخری تو مرغ میخری انا به من بخره مرغ که تخم میکنه انا تخم میکنه بخر تخم مرغ خونگی هم بخر که اختیار مخیلیه انا ما برفتم متخال شماره خود بدیم گفتم شماره خود بدیم که ما به شما زنگ زنم که مرغ کلنگی باشه یا بی کلنگی چه خود شماره خود نیرولار نرفتی نستوندی یا کجیر براری یا پیار اینا خب مدر تخم مرغ مایه مادر ماست باشه زنگ میزدی برای اینا زنگ میزدی اصلا این شماره مایه چه کار دو خونه او برتری میمیری بیای خبر بیای بری و بگی نه خب دیا کبر ما جگار من دیا بری یعنی کارتونیه 100 تا تخم مرغ بگیر تو میخری میاری به مشتری آقا بونه نکو برای من بده گوشی بده چه سه پیر بچه بودم شماره یک کدوم میسوندی تو که خیلی واقعیت راست میگی به یکی با زنگ میزدی نگرفتم شماره ندارم که برو خاله جو نیمستی که بده ایده یک روز بشه برار که من تامی کوچه بیام یک همسایه جلوی من نگیره میشه بوده یک روزه که گیلک چه کار کرد یا فلان کرد یک هفته از خونه بیرون نمیشی
امروز چند شنبهه؟ ماه جبشه ماه جمعه نیه، امروز یک شنبهه. تا یک شنبه دیگه از خونه بیرون نمیشید. دیگه نمایان که برات تخم مرغ میافتر برید. خوبه؟ بفهمیدی چی میگم؟ کم یک هفته من دلجم به تنگ کوچه رفت آمد کنم. همسایه جلوی من نگیره که گیلک چه کار کرد فلان کرد. این دفعه هم ببخشش تو. که جیر طول بزده بودم. نمیشه جام تو. دستی و درد نکنه. سرخ شد مثل لب همین استقامات رو به من بیارم دل جمع میشه. بلکه دست تو دل جمع شد. اول درد نکه با که بیامده مثلا چیز میکنه درد میکنه. دستی و درد نکنه کم زده. تو به در خانه مرتکب رفتی گفتی شماره مادر گفتی شماره خوب بده. تو مستی که میتی یلدم. حال نورالله من خب چشم بد نگفتم اون مثل مادر منه. من به چشم بد گفتم. من عقلم میکشه به چشم بد بگم. ساده خدا دیونه خدا تو به چشم بد یا چشم خوب مرتکب نمیفهمی. تو مستقیم برفتی درس راه زنگ زدی یا درس زدی گفتی خالص. گردن رو با خودی ما یک روز با من خودی گفتم. خودی چی گفت تو یک روز؟ گفتن بابا تخم مرغ هم بخر یک سال ما خیلی مرغ. تخم مرغ هم بخر بیار درس رامه. گفت یه شماره من بگیر. ما گفتم باشه سم تخم مرغ بپرسون دو زردی ما یا یک زردی. تو تا تخم مرغی که بفهمی دو زردی یا یک زردی. گپ مفت نازل بکشمه. تو فکر می‌کنی مردم مثل تو تختکامه؟ دیگه گوشی هم به کیسه خونه می‌گیری تا یک هفته از خونه هم بیرون نمیشی. بعد تا مرگ می‌شی. بگذار سر خود.